تو این ویدیو میخوام آموزش خشک کردن گرجه رو بهتون یاد بدم، خیلی کوتاه، خیلی سریع، تا شما هم بتونید گرجه خشکتون رو با این کیفیت تولید کنید. اول از همه میریم سر وقت انتخاب نوع گرجه. توی پکیج شاهگیری هم بهتون آموزش دادیم گرجه PS که گوشت بیشتری داره به لحاظ اقتصادی و به لحاظ کار کردن خیلی براتون بهتره، هم برش زدنش راحت تره، هم خروجی بهتری بهتون میده. مسئله دوم بحث قطر برشه. اغلب فروشنده دوست دارن قطرهایی داشته باشن که قابل لمس و قابل حس کردن باشه و توی بار آسیب نبینه، در عین حال که ترد هست توی بار آسیب نبینه. پس قطر 8 میلیمتر بهترین قطری که شما میتونید گرجه‌تون رو خشک کنید. اگر دوست داشتین یا توان دستگاهتون کم بود، نمیتونست کامل مثل مال من خشکش کنه، با قطرهای پایین‌تر این گرجه رو برش بزنید. مسئله بعدی برای بحث تولید کردن گرجه استفاده از مواد افزودنی. نیازی نیستش که برای گرجه‌تون از متابی استفاده کنید، فقط کافیه که از نمک استفاده کنید. توی بعضی روش‌ها گفتیم که میتونید آب نمک رو روی محصولتون اسپری کنید. روش نسبتاً منطقی و معقولیه، اما بهترینش اینه که یه ظرف آب نمک آماده کنید با غلیظت نسبتاً بالا، یعنی شوری خوبی داشته باشه و گرجه های برش خورده‌تون رو بلافاصله بعد از اینکه برش خوردن داخل آب نمک غوطه‌ور کنید و در بیارید. همین کافیه. اجازه ندین وقتی گرجه برش میخوره روی هم انباشته بشه یا توی سطلی بمونه. به محضی که گرجه‌تون شروع کنه به آب انداختن، یعنی محصولتون آماده خراب شدنه. و مسئله بعدی و خیلی مهم برای خشک کردن گرجه، پیش گرم کردن دستگاه خشک‌کنتونه. قبل از اینکه گرجه‌هاتون رو توی این دستگاه بچینید، محیط داخلیش رو حسابی گرم کنید با دمای 55 58 حتی 60 درجه سانتیگراد. میتونه عدد مناسبی باشه. من ترجیحاً با دمای پایین‌تر تا رنگ بهتری در بیارم. پس دما رو 55 میذارم گرم بشه. بعدش سینی‌هامو داخل دستگاه قرار میدم و اجازه بدید اگه دستگاه عادی دارید در حدود 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت وابسته به محیطی که هستین. اما اگر دستگاه گردون دارین به مدت 5 ساعت، 6 ساعت این محصول رو به شما تحویل بده. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.